ҳар вақте ки тобистон мешава мо метарсем ки ана мебиён ана бо мебиён ана бо мебиён мо фақат дар тарси ҳаро зиндагӣ мекунем. даъво кардем ҳамин даъво дар тен шид бо ина омадам бо сар кардам. профессор доктор буд корманди шоистаи ҷумҳурӣ буд. ҳатто профессора имрӯз баъди маргаш аз хона берун мекунад фарзанд. من حمد شریف بزرگ وطن دارم. мега ҷо то набиёвем мо намедонем чо ҷо мо набиёвем. توفه президент امروز از شما میخوان بگیرن. نمیتونن سرمعمار شهرم بخونه کنن دیگه. همین هر روز هر کس میبیاد که دوای کای میخزی کای ریشت میکنه اینجا من ریشم هیچ وقت نمیکنم من توفه جنوب اولیه در ششتگیام دنیا اومد طلب جاه مجو شام آخر که از دوست برایی و به دشمن برسه. من 17 گلک دارم 33 تابدان هم موزن 17 تاش مونده. چند اویلا زندگی میکنید؟ 4 اویلا در یک دو حجره زندگی میکنم. خودش شما رو برآورده نکردن اوزی؟ نه برآورده نکردن. ای عزیزان یک نظر با چشم گوهر بین کنید. قیمتی 20 ساله را بینید 100 تحسین. شو تصور میکنین که حافظ خلقی تاجیکستان باید چند وقت پس بخونه بمونه؟ جنوب اولی نمیدونن که چقدر ما عذاب میکشیم چقدر خاک عذاب میکشد. من 18 سال کار کردم 18 سال من بچم 35 سال بس کار کردم نه خود که بیرون کنم همون میمبرن در بیگایی کماز میورن خیلی پجرنی کمان در هر دش میورن دوای برویم نگیرن در ماشین تال میکنن اون خونه بیرون میکنن. یگان آدم و یگان میلیسا نمیمونن که چی با پیش پرزیدنت با برآمده گپ میزنی میترسند که با یگان گپ نشود. یا خالت سبوز داریم در هنگام یاد این خروج کشور میجنبونه. روبروی پروفسور در ساحه فیلولوژیا صحبت کردن نمیتونم دیگه. وقتی که سخن پرزیدنت شکسته میشه دیگه اعتماد گم میشه باوری گم میشه متاسفانه. حرف و پیام و خواهش و درخواست و طلب و زاره و نالهشون کردن از نهادهای مربوطه. برای همین حرف و پیام رساندن به گوش مسئولین ما چی خائنی کردیم؟ چی ناتوانبینی کردیم؟ از خودمون زیادی چی گفتیم؟ کو مادر دیسوز که میکاست. من خواهش میکنم از رئیس ولایت ختلان که به داد خانه دوستی خلق 66 ساکناش برسند. های ملک غریبیا میافت مرا. شهر باختر است محله معروف به نیخی بود است اینجا. دوستی خلق‌ها کوچه دوستی خلق‌ها. این خب برای بحث یک بینایی که اونجا 6-7 نفر زیادتر کارمندای سابق حکومت کار میکردن و حالا اگر از کار رفتن نفقه خوش شدن اونا رو از خانه باید بیرون کنن. همین که برای ما اطلاع رسید برای من بعد میبینیم. مادر عزیزی که ما را دعوت کرده بودن برای مشکلی یک بینایی حکومتی که اونجا کارمندای حکومت زندگی میکنن. شما چی نام دارید مادر جان؟ من خرای و برنامه حلیمه. سابق چی کار میکردی؟ متخصص کشوری ریاست زیدین سوری بودم. تو کی کار میکردی؟ سال 2015. چی بعد کار رفتی دادی؟ هر خل بهانه و کتی مرا کار گرفتم. شما از کدام سال اینجا زندگی میکنید؟ از سال 2004. 2004 بله. خانه از طرفی که به شما داده شد؟ از طرف حکومت ولایت. حکومت شهر اصلاش دادگی بودن بعد ولایت بالانس خودش گرفت. شما چند خانگی دارین؟ ما یک خانه ها. شما باید کی خالی کنید خانه را؟ ما 10 روز مهلت دادگی. 10 روز پس باید خالی کنید. بله. کجا میرید شما؟ نمیدونم. یعنی وقتی که شما از کاری دولت رفتین باید یعنی خانه را خالی کنید. بله. یکی من از معاون رئیس بودم معاون رئیس گفت که اینا 7 سال گفت را نگرفتن گفت خانه تا آگاهنامه داده گفتم 4 مرتبه آگاهنامه دادم گفتم یکی حل کردم چخیل حل کردی باید خودتون فهمید گفتم اینش حل کردن نمیتونم چخیل حل کردید شما خیلی حل کردیم اومدم با یعنی پورا دادین نه چخیل حل کردید بعد خیلی دیگه نگرفتم دیگر نه حالی خانه شما را گرفته با کی دادن یان کارمندای حکومت به خانه بدین شما چند فرزند دارین؟ من 3 فرزند دارم. جای دیگه خانه و در ندارین؟ ندارم دیگه. اگر می داشتم که من خودم پس نمیزدم. واقعا در سر قانون کشور آمده است که هر شخص حقوق به منزل دارد. کودکس منزل دام هستین. بله. حالی میخوام اینجا دیگران جمع شدن. ها؟ اینا هم کارمندای شما هم از قبیله‌ای که یعنی جبر دیدن خانه مشکل دارین؟ جبر دیدن اینای خالم اینای اپم شما چی؟ ما بللش که ما طرفدار امیو دستگیری شما هم خانه دارین اینجا ها؟ خانه دارم من یک خانه‌گر از طرف حکومت خانه دادن شد. فکر نمیکنید که تقدیر کارمندای سابق حکومت هم اگر یکی از کار روید نفقه روید بالای سر شما؟ برای من برای همیو استودگیم برای همین که بعد از کار نفقه رفتن خانه‌تون نگیرن از شما
конечно, да, фикре, ҳамо гӯё муваққатан даиҷа зиндагӣ карда истодаем. Вот гуфти вот наниточки мы здесь достаем. Ҳозир кора бас кунем, инами касалам бошем ку ялинга кор мерем ки лиш бози ай кор пага сир накунам гуфта. Ай хоно наброрам. шумо ҳоли куҷо кор мекунед? Ман корманди кумитаи ҳолатҳои фавқулодда. баъд дар ҳамин маврид бо роҳбарият ягон суҳбат кардем ки мана ҳамсояро аз хона берун мекунанд, ман агар нафақа бошам. мо чанд назди чанд роҳбар ами япай барно қати рафтагим ягон чора дидагӣ нест. шумо учаҷон ном фамилиятон бо иҷоза? инҷа хонаи падармай асос. вақти падарам ки ай олам гузаштанд, барои мо ҳам огоҳнома яъне оварданд. падартон коргари ҳукумат буд? куҷо кор мекардан? мудири шӯъбаи ҳуқуқию маъмурӣ. чанд сол падар инҷа зиндагӣ ай кард? соли 2003 то ҳозир айна то ҳамин рӯзи то соли неми мисол ҳозир ман мегум 17 гузашта бошам падарам то хулоса 10-15 сол ҳаминҷа кор карда. чанд дар хона дорем? 2 дархона дорем. хонара вақте ки ба падари шумо дода буданд ягон ҳуҷҷат ба номи падар буд ё не ягон? ҳуҷҷат инами мода чӣ додаган ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам. чӣ дорем? ордери хона ҳа? бале ордери хона мана инам хеле мода додаган инҷа номи модарам номи худам номи ордерин хонаҳое ки давлатӣ аст. Масалан сертификат, шаҳодатнома хеле набуда. нест? Не. шартнома ҳам ҳамин хона ба ҳамун вай буд ки ҳукумати шаҳри Қурғонтепа дастури истиқоматӣ. бале ба ҳамин хотире буд ки мақсад ҳамин падарои мо дар ҳаминҷа ҳамин модаро падаро хоҳаро кор кардан ки ба хотири хона ба 200 сум 300 сум қаноат карда истодем ки фардо мо ҳамин хона аймо мешава. шумо кадоме аз ино Мирсаева? миҷигона Мирсаева миҷигона духташ 83. шумо ҳамҷа дар қайд мондагӣ буд. Бале, бале. ҳозир хона вақте ки падар аз дунё гузаштан мероси даҳонӣ ҳам бошад, ба ки падар гуфтанд ки хона аввал меросхӯри аввал ҳатман ки модар ҳисоб мехӯрад. хай мо ҳам ҳаминҷа зиндагӣ мекунем ҳамроҳи модарем. худое накарда ина ҳукумат тасмим бигирад ки шуморо берун кунад, куҷо меред? ба ҳеҷ ҷо мо ҳамин барои ҳамин мо чӣ хеле ки дар боло гуфтан аввал мо рафтем, мо ин тараф у тараф рафтем, лекин чора надидан. ҳар вақте ки тобистон мешава мо метарсем ки ана мебиёянд, ана бо мебиёянд, ана бо мебиёянд. мо фақат дар тарси ҳароз зиндагӣ мекунем. шуморо ягон огоҳинома додан пешаки? бале додан мо якҷояш дарадем. ҳолон ки дар ҳамун қонунгузорӣ омадагие ки мо одаме ки тӯли ами соли зиёд кор кардагиай вақте ай олам гузашт хонара набояд ай дасташ бигиранд бидуни таъмини манзил. шумо ягон огоҳинома доред аз тарафи ҳукумат? ягон огоҳномаро гирифтан ай дастон. бо аз дастатон барои чӣ гирифтан? иша намедонем мо гирифтан. модарҷон шумо чӣ мехостед? ина якта огоҳинома ба истиқоматкунандаи шаҳри Бохтар, кӯчаи Дӯстии Халқҳо 66 ҳали 41 Қараева барно ки ҳастанд? шумо вале як лаҳза апаҷон бахшед. бинобар сабаби қатъ кардани муносибатҳои меҳнатӣ ва шартномаи қарордоди меҳнатӣ ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати фалон кодекси моддаи 82 кодекси манзил хоб дар муддати 10 рӯз хонаро холӣ намоед. дар акси ҳол тибқи талаботи моддаи зикршуда хоб раиси комиссияи манзили мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти Хатлон муовини раиси вилоят Қурбонзода 23 майи соли 2022 ана ин огоҳинома 2 рӯз пеш аз сабти навори мо омадааст. баъд аз 7 рӯзи дигар бояд апай барно хонаша холӣ кунад. куҷо худашон мегӯянд ки номаълум ва мо ҳам намедонем ки куҷо. ҳозир як лаҳза ин чӣ буд ки барои мо пешниҳод кардем? ҳайати оила буда? ин ордеро чанд намуда инҷа. ин ордери ки аст? ин ордер нигоҳ кунед хизмате бо ордери ин тамоман дигар намуда ҳар намуда. ин ордери ки буд? ин Қараева барно ордери шумо аст? ин дар ордери ин нафаран се кас қайд шуданд. ҳозир як лаҳза ҳокимияти иҷроия дастури истиқомати хизматӣ дастури истиқоматӣ. хоб ман албатта ҳуқуқшинос нестам, вале мехоҳам ки ягон нафар ҳуқуқшинос бошад барои ин оилаҳо кӯмак кунад ва бифаҳмонад ки яъне дастури истиқомати ордер аз дастури истиқомати хизматӣ чӣ фарқ дорад. шуморо шарҳ доданд ки ино аз якдигари чӣ фарқ дорад ин ордерро? шарҳ надод. чун манам сарфаҳмша нарафтам, барам хостам аз ягон ҳуқуқшинос пурсам. ин ордер ба хизмати масхара кардаги бар ин ихел навистагӣ ба ғайр аз ихел дигариша бинед аюн каса бинед. он касро навистагӣ нест на? каса навистагӣ нест. як нафари дига бо дигар хел навистагӣ. шумо ҳам огоҳинома доред на? шумо да ба қариби на 2 сол шуд. даъво кардем ҳамин даъво дар тен шид бо ина омадам бо сар кардам. огоҳиномаи навтон канӣ? огоҳномаи нав акна се каса додам. куҷо даъво кардед шумо он дафъа ки қабул кардан дига? меми ҳама каса ҷамъ шидем. раиси шаҳр дар рафтем бо инам тария журналист. ба ҳозир ин дафъа натонистем ки раиси шаҳр да боравед як бори дигар ки намода. шаҳр мегӯяд ки ӯ раиси вилоят дар баланс мо гирифтагӣ. чӣ хел ин ҳукумати шаҳри Қурғонтепа аст ки яъне Бохтар имрӯза?
حکومت شهر دا بود بالانسی حکومت ولایت دا گذراندنش انا حکومت ولایت بعد این طریق هم دو دسته ایرا بگید شما این خونه را توسط کی گرفتین؟ ما خوجاینم مردک کجایین؟ مردک کجا کار میکردن؟ حکومت ولایت دا کار کردگی به حیثی 25 سال کار کردگی به حساب این مالیتیش ای وظیفه گرفتنش چی وظیفه ده بود؟ این کمیته اهالی در خونه شهر خونه ده پنسیا برماگی خونه ده بعد شما خیزید کجا میرید؟ خونه، زمین؟ آخه میگه جا تو نبیاویم ما نمیدونیم چه جا ما نبیاویم از خونه های پدری و مادری میراث چیزی موندگی نه آخه نیست. شما هم نمیدونید کجا میرید؟ نه خب پس یک تگولق نمیدونم سلام علیکم چجا شما در اینجا چند سال زندگی دارین؟ وای نه 18 سال چی زندگی میکنم. همراهی؟ مردکم خیلی نیسته که 10 سال شد. این همی خودم قطعی فرزندم همیجا داریم. خونه حسابی همسرتون مونده؟ کجا کار میکردن؟ نه بعد خونه ده بدیم خونه موندودن همیجا. کجا کار میکردن؟ اینستیتوت ده. پروفسور دکتر بود. کارمند شایسته جمهوری بود. حتی پروفسور امروز بعد مرگش از خونه بیرون میکنه فرزند. پورین دعوانامه هم دادن. کی بخیز چند در خونه دارین شما؟ نامه دادن دو خونه. چند فرزند و نبیرکتی؟ بچه من نماسوم 3-4 نماسه دارم دختر من بسیاریم 6-7 نفریم. مبادا کجای ده خونه زمینی یا خونه دیگر؟ یگان چین همسایه هم میدونه که یگان جا خونه نداریم. اینو را پرزیدنت توفیق کرده بود. در کجا توفیق کرده بود پرزیدنت؟ پرزیدنت همو گفته که بتینشون خونه بتین امیره اومده اینجا مجلس کده که اومده حکومت اومد پرزیدنت مردک مرا خیزونده گفته که اول این پروفسور خونه بتین. یعنی توفیق پرزیدنت امروز از شما خوان بگیرن. اوه پورین آگاهنامه من دادن که این سال چی آگاهنامه اومد؟ این سال ولی نیومده که میویا این یک لو میتن 3 کس دادن بود 3-4 کسی دیگر میتن یورک خیزوندن با مورا میتن. شما همراه اینا در قبول رئیس ولایت یا شهر بودید؟ همه ده بودیم. تو کجا را رفتن مادر؟ شنبه رفتیم. پیش کی رفتید؟ پیش کی بود نم فراموش کردم. اینا 10-15 زنک جمع شدن. یگان جواب رسمی دارین تا حالا از طرف یگان مقامات یگان جواب رسمی حجتی؟ فورینا رفتیم گفتن که نه کس حل اومده مود کس ترا میتیم تموم. اینا یا پیرا که خوارم رانو در اومده کس اینا هر شهر. عریضه دورین. عریضه برای وای بود ولایت اینو یاد زده کتی رجب پس سپارش دادگی بودم ما با انا جواب گردوندگی دیگه یگون جواب خود یک بار ببینید برای مجلس مکلونی خلقی ولایت ختلون محترم گل محمد زاده از نام یک گروه استخدام کننده شهر قربان تپه کوچه دوستی خلقو همین بنا 66 اینو زاده گفته است که مراجعت دسته جمعانه کازلوف او آ کی است کازلوف او آ هست حاضرم چون نمیخوان گپ زدن اونا را نمیبرارن و دیگران مورد بررسی قرار داد تکلیف پیشنهاد داد چه این قبلا بود است که با شما همراه کازلوف تین شد یعنی میتونن یک گروه اگر کجای صداشون بلندتر برود بفهمن یک گروه ها نمیبرن یک گروهی را که صداشون پستر است اونا را بیرون میکنن 44 نفر اینجا امضا گذاشته است در این عریضه دسته جمعانه ولی حالی ما این نوبت میبینیم که 1 2 3 4 این مادر هم که خود آگاهینامه ندارن همگی 4 نفر شما مادر جان شما هم یک اویله همگی 4 اویله هودی شکایت دارین 40 اویله دیگه کجا هست اونا همشون تو درک میتیم گفتیم که یک درک دادن نتونستیم هودی این بینو دانستن اونو همیشه همه شهر طرف خوردن با اجازه اگر کسی دای بیرون با صحبت کردن خواه نخواه اگر ما یک بار میخوایم که یکی از خانه ها را ببینیم که بحث سر کدام نمودی منزل رو رفته است خانه پیش شوهرش ما رفته میتونید خواهش صحبت داره چند ماشین است خب ما یک بار 4 ماشین نزد برادر میریم که سابق کارمند حکومت بودم در ساختمان کار میکردن همسرتون خود بسم الله اجازه است سلام علیکم من دلیر مالی روزنامه‌نگار مستقل همین همسایه های شما خواهش کردن که بیایم یک بار مشکلشون رو بررسی کنیم رسانه‌ای کنیم تا که به گوش مقامات برسه اون خونه را که 10 سال زندگی کردیم خب اصول ما را یگون رو نپرسن کور کردیم باید پس 10 سال خونه را کنیم باید من جواب تن کنیم یه اوزی مکمون را نگفتنه این آدم ها رو شیردن سال 2020 روی کردن آگاهینامه
بعد چی حل کرده شما اون برنامه داد رو بیست ما میدونم کجا برام حالش میکنم همون قدر رفتن گوشتن چند روز با یکی وام سویا روز شما کجا کار میکردین کجا کار میکردین کدام وظیفه ده وظیفه دیگر مدیر شعبه سرمعمار سرمعمار ولایت یا شهر ولایت یعنی میتونن سرمعمار شهر هم بخونه کنن دیگه نه یک شیکی اتا من دیدم بهش کنی ما رو برم میشکی یک وقت برام تا گفته بود که خدا میزنه شما رو کو ما شما رو به خلاص پرزیدنت کشور میگه زیر دستور گفت زیر دستورش گفتن بله برای نام میستم فکر میکنم دانشم حدیث نه وزنی هم کسم که نخو که همی یک دو آدمی که اولم اگر بیان یک سویه دانش یکش هم سنجان کو تو بگم ما هم خیلی گوشم میرم در بازار یا سوداگری و کدایی همین کادر در کجا تربیت مییابند که در همین سطح میان وظیفه میگیرن کدی نمیدونم اگر شما فهمان همین چی در دسته سالی که همونجا آخری سال که وقتی برام آمد کار برام مسئله نفقه یا ویژه همون را نگاه کم و فهمیدم از نمیدونم به نظرم برای در کم ندارم شما سین سالتون با نفقه نرسیده بفکرین برآمده نفقه این او خیلی دیگه تاریخه سبب معذرت سبب معیوب شدنتون چی است معیوبان سالی دیگه 67 ساختمان نیست آخه نه خب ولی خدای نکرده خدا کند که نشود این کار ولی اگر مبادا بیاین و با قراری سود شما را بیرون کنن قراری سود قطعی و قانون قطعی حق ندارن شما 10 سال بیشتر در یک جا کار کردین 10 سال 22 سال خدمتچی دولتی یعنی نفری که از 10 سال بیشتر کار میکنه در یک نقطه خونه زندگی میکنه او را اوقات در چی کدکسی منزل بله حقی بیرون کردن ندارن تو اگر قدیمون جوش ندن ولی من میبینم که شما با دوست فرزند در یک خانه خیلی مایده زندگی چه میگذره در این شرایط اورش سوزه اون دخترک رو جونیم بچه رو این دیجا و خون در اونجا یعنی اون قسمت آشخانه است یا بالکن اونو بالکن بعد این همه سالها که بعضا ما یک چیز برام جالبه بعضا وقتی که تا حد وظیفه سرمعمار میرسن من نمیدونم از کدام حساب ماشین خانه استراحتگاه شما نداشتین هیچ نه ما چی بگم من همه در چیز بزرگ وطن دارم ما در همه هست همه جا دارم همه چیز دارم هم دوست هم دارم رفیق همش یعنی خیلی اگرم ولی اولی بنیستنی یک شعر داره این نفس که بسته هوای حواسی مشتاق در حمایه یک نفسی دنیا اومد طلب جاه مجوی شام آخر که از دوست برایی و به دشمن برسی دشمن مرا چیکار میکنه خلاصه شما این همه سالها برای خودتون هیچ چیز جمع کردن نتونستین نه من اگه تو بگم کو او چیزی را که خدا بوده او دیگه او خیلی که با هر بونه هلاو نرم نصیب نمیگه خب بخشش که شما را ناراحت کردیم در حالت خوبی شاید وقتونه گفتیم بخشش نه ما بریم دیگر اویلو ها هم یک بار ببینیم که دیگرها چی وضعیت شرایط دارن واقعا خانه ها خیلی خانه های خاکسارانه شوروی است همین ساخت شوروی است و فکر نمیکنم سلام علیکم شمک جان فکر نمیکنم که یعنی باعث توجهی بسیار سختی حکومت شهر و یا ولایت قرار گرفته باشد که به نظرم ساختن یک بینای نو برای حکومت یک ولایت برای کارگرهای نوش که در بیناهای نو جا کند اونقدر مشکلی نیست به نظر من چون بودجه حکومت بودجه ولایت با برای اونا بیشتر آشناست ولی این هم خوب نیست که نفرای 10 سال و 15 سال و 20 سال در نهادهای دولتی کار میکنند بعدا هر وقتی که از کار رفتی یا نفقه رفتی باید از خانه بیرون شوی این یکم ناباوری را زیاد میکنند متاسفانه خب ما ببینیم که باز در پایان کیها جمع شده سلام علیکم شما خوب هستین؟ یکی سفر کی زمینی تو ما حافظی خلقی محمد سفر مرادوف سربلام شما حافظی خلقی خودتون عنوان داده که عنوان دارین عنوان دارم جناب علی مرا عنوان داده عنوان حافظ همون ما 11 سال شد ما در نمی خونه زندگی میکنم بله همین هر روز هر کس میبیاد که دوای خای میخیزی خای ریشت میکنه اینجا من ریشم هیچ وقت نمیکنم مرا توفای جناب علی در می ششتگیام آیا جایگاه خونه بخریم بتینم خب حالا بعد من برام شما کجا کار میکردید من در صنعت کار میکنم
بخش فرهنگ که تئاتر با کجا با نه بخش فرهنگ ده بخش هولی هم کار میکنه کار میکنم ان شاء الله حاضرم کار کردم بعد هولی هم کار میکنه شما رو چرا بیرون میخوان کردن از خونه ای دعای میگم من گفتم که من جونا میرم کس چی دعای میگه شما رو بو یک روبهر دیدی که یک روبهر ناو میشوه برا کدوم خونه کدوم بنا دارین شما اینا میگیم پدیده خونه؟ سه تا خونه چی چند در خونه دارین چهار خونه سالی چند گرفتین این خونه را کدوم سال این 11 سال شده 11 سال شد به واسطه توفای خود پرزیدنت بود هوا در کجا در کدام حالت گرفته شما ما یک جنوب اولی با کویبش اومد همین سفری هنریش به همین قرغنتیپا بود من در پیش یاد سرود خوندم بعد گفتی یک چهار سه خونه چند گلک داری گفتم 17 تا واقعا 17 تا شوخی کردین من 17 گلک دارم 33 تا هم مردن 17 تاش مونده نه کی خیلی باور نکردنی ما اینا تو میگه هستن آخه فرین 17 کودک از یک زن هو ما یک بار ببینم حالی حجتای کودک رو ببینید خب توفای پرزیدنت نقل کنید کودکم در واسه توفای پرزیدنت نقل کنید دبا ماشه توفای پرزیدنت مرا کی گوکی نی سی خونگاه اینو ما توفا در می دوشنبه افضل گوکی نی التماس رئیس سفر نبرم یا زندگی کنم افضل سابق رئیس ولایت بدن چی رئیس ولایت بود خب نبر گفت بیستم یا بعد من گفتم که ما نبر نه بیان نبر چه خطی ما چند خمیمونم به خونه دم یا مرا خونه سر میکنن در جای خود زندگی میکنم بیا نی رئیس خطی نشه امی در جای جنوب را بتم اونجا میرم اونجا نه خط شما کار میکنم نه یگو سه ماه در یگم فیلمش قبول نکرد افضل بعد رفتن پرزیدنت ما رفتنیو بعد فهمیدم که بزرگ شریف ویکند میاد با رفتم پیشش من که اینا پگانی دیگه میویا من میدونم هر وقت پرزیدنت میشه بیا مرا سر میکنی اصلا دیگه سر میکنی اصلا دیگه رو میکنی مرا وخری نمیمونی خطیو نیکی خدای چلو خدای سوز میروش من و میخرم نیکی بعد چیم کرد برا امو برا رفتم اونجا رادیو زاپیس کام یک سرود ای سو برماد یک ای سمو برمادیم ای عزیزان یک نظر با چشم گوهر بین کنید ای قیمتی 20 ساله را بینید صد تحسین کنید مردمی قرآن پشر بیایه یک آمی کنیم حق دعای دولتی امام علی رحمان کنیم حق دعای دولتی امام علی رحمان کنیم بگو سفر توفا را دادن خونه را یک جا میتونم در پریان قبولم نکردن او 3 روز پس میتونمش 3 ماه ندادی شو در 3 روز میتیش افضلوف بو جنوب یولی گوشی نه او افضلوف بو ایستادگی بود او در 3 ماه ندادی در 3 روز میتیش بعد ایشم یک اوی میگذره میره و گفتم بعد شب ساعتی 12 شب بود که یک ماشین اومد و که ما سفر کلیتا بعد کلیتا خونه رو دادم ما نمیدونم زندگی کلیتا بغیر از کلید به شما چه حجتا دادن اگه حجت داره اینجا دستتون چی میبینن اینجا چه همه چیز دورم در میدونن بعد همون حجت فرزنداتون هم که ما اگر شاید شوخی کردین یا که شاید واقعی بود یا شوخی کردین واقعا 17 فرزند داره ما 33 تا داشتم مردن از یک زن شما بگن اوکی نه اساس یک زن اما یک زنم کلون جو کرد از زن یکم و دوم چند تایی است 10 تا و 7 تا و نمیتری از این که 3 تا داره این حجت من نمیبینم صد خب این چی حجت مثلا دیگرها اوردر دارن شما چی دارین این هم نمیای مرا هیچ چیز ولی الله با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک لحظه 31 آگوست سال 2009 است 687 حافظ خلقی تاجیکستان مرادوف محمد سفر سرفراز گردیده و نشان سریسینگی است هر سپرده شد شو تصور میکنین که حافظ خلقی تاجیکستان باید چند وقت پس بخونه بمونه من تصور کرده نمیتونم بیننده عزیز یعنی شما باید بخونه بمونین اگر آگاهی نامه بیاد شما بیرون شنه خونه اینجوری میگه آگاهی نامتون کی اومد ولی نه بعد هم نمیگه میگه میره و نمیرم چی میگه بعد نمیشنوش کیه او اینم هوز آواز شما را شنیدم خب بودم خیستم اومدم که برا امی اکم بو کیه فکر کردی که باش برای خونه بیرون میکنه کسی یا خالت سبوز داریم در هنگامه یاد این خروج کشور میجنبونه ما هوزی اولم پر پساو دای اولم اپیراسیا کردن در وسیای باید برای پیش همون باشم اینکه من اومدم اینجا یک حجتیار بگیم برام شما کجا ختم کردگی
ما آه. انا صنعت خوندم این سو چند دانشگاه سنت خوندم رایون لیل خوب توش خوندم باز تکمیل موسیقی بهتر شود با خلیج کلوب خوندم یک تا سرود در مورد زندگی میخوام خواهش کنم از شما بعد با دیگران که صحبت کنیم درباره زندگی یک 4 جمله از طرف حافظ خلقی تاجیکستان مرادوف محمد سفر از دوستان امیدی وفا داشتیم نشد ای جان این دانه راز کاه جدا میکنیم نشد عمری دوباره در گرهی روزگار نیست جان را زی زلفیار جدا میکنیم نشد جان را زی زلفیار جدا میکنیم نشد انشالله در تقدیر ما هست اگر روز بکنیم بودم ایلو برای خدمت خدا کند که از دوستان امید وفا بشود سلامت باشین که سفر سربلند باشین شما ایک نکن خواهش دارین چیزی ما بله خواهش و پیشنهاد و درخواستون ما من بوده درخواست دارم که اینمی چند خریدار میگه کی که مجلس میشود زنها میوید بله. مردکو در راستی در هر جا نیستن مردکو بله. میگه که غافل مباش زی عمر که چون کشتی در آب ایستاده می نماید چون تیر میرود اینمی من این مجروح دیم باید روز دیگه در پامال شویش همه میتونم نه میفورم که نه زنکوی در اینجا میان اینسانی بیچارو که همون در پیشوی موهن اینو انای پروردگار هم روز مراد شود که مراد حاصل شود یا که خونه‌شون شخصی شود بروش نگن کی که یک با یک گپ دیگه اینجا یعنی اون روز این موعد اولادی مرده در روز دیگه سگاش مرده همون میمبرن در بیگایی کماز میورن خاطی پجر نی کمان در هر دش میورن دوات برویم نگیرن در ماشین تال میکنن اون خونه بیرون میکنن یعنی شما خوف دارین که یک روز فرزندای شما در این تقدیر پیش همین میاد خواهد چیکار کنم اکا خواهش شما در آخر همین طریق هستم که اگر بشه اگر می خونه رو شخصی کنم بتنمون بله من این حجتوی نوشتم حجتو را برای پیش جنوبی اول نوشتم بله رئیس شهر نوشتم رفتم پیشش گفت که نو برات یک بار دیگه پیش جنوبی اولی برا یک بار دیگه پیش جنوبی همه کل سبک دوش میشین خب واقعا خواهش میکنم از مقامات‌های اجرایی محل شهر ولایت که قدر سخن پرزیدنت دانستن در همه دور و زمان فکر میکنم بالاتر از همه ارزش‌های دیگه است که مثلا وقتی که سخن پرزیدنت شکسته میشه دیگه اعتماد گم میشه باوری گم میشه متاسفانه باز از عزیزا کسای دیگه موندن که فکرشون نگفتم 27 ایون روز وحدت است بله 27 روز وحدت است خب ما میخواهیم که از پرزیدنت که امی خانمون شخصی کنند اجازه بتن که شخصی کنند دایم در ترس لرزیم که بخیزونن من می خانمون شخصی کنند که دیگر شما چشون ناو دیدین چه حجت دارین شما دستون دختر گپ میزنه دخترتون گپ میزنه اصلا شما چند خانگی زندگی میکنید ما در خانه دو حجره دو خانگی از کی میراثوندگی از هیچ کی نه از همین دولتی نه کی کار میکرد شما پدرم کار میکنن کار کرده ایستادن دو حجره 4 عائله زندگی میکنن پدرتون حالی هم کار میکنن کجا کار میکنن چی دچای ولایتی به حیثی چی باغبان ولی کار میکنن با میخوان که خونه رو بگیرن از شما نه اکنون برای گرفتن برای وسیع کردن خانه تامینی وسیع خانه شما خواهید که با از دو خانه 3-4 بگیرن چند عائله زندگی میکنید 4 عائله در یک دو حجره زندگی میکنن خواهش شما رو برآورده نکردن اوزی نه برآورده نکردن میره میبینیم اگر امکانیت باشه کی خواهش دارد خواهش پیشنهاد کوتاه شما چی خواهش دارید خواهش ما هم همین است که همین جناب عالی که در پیش روز وحدت ملی ما به نهایت خرسند میشدیم که اگر اجازه میدادن به ما که ما همین خانم شخصی کرده گیریم همین آزاد زندگی کنیم بله شما چی خواهش دارین همچون کاروانی که همین همچون ما همه میاد گفتم گپو میاد خوشم که میخوام که شخصی شود همین مردم خرسندی کنن دائمی شهروند جمهوری تاجیکستان. بله شما چی خواهش دارین چه جوری جناب عالی همین رو خواهش دارم که همین ناعدالتی‌هایی که از طرف بعضی مقامات ها من وای میشد همین رو دیده برام برای که جناب عالی نمیدونن که چقدر ما عذاب میکشیم چقدر خاک عذاب میکشد یک نزدی معاون رئیسی ولایت به آگاهنامه خودش که در اومدند چه مشکلی ها در سرم زد. شما چی خواهش دارین شما نگفتین خواهش دارن خواهش شما خواهش میگم که همین خانه را همین شخصی کنن که در بدر نشیم ما تصمیم داریم که با خانه رویم که اونجا در دو حجره
سه اویلا زندگی میکنه گفتن. در این بنا که کارمندان حکومت کار میکنن خواهش و درخواست و بحث ها گوناگون است. یعنی یک گروه میخوان که از اویشونه های بالای با پایینی فراین، یک گروه میخوان که از یک خانگاه به 2 و 3 گذرن نخلن و متاسفانه یک گروه دیگه پرابلم سخت‌تر دارن که اونا باید خونه هاشون خالی کنن و حتی آگاهینامه شامل است که در مدت خیلی کوتاه 10 روز آینده باید خونه را خالی کنن که کارمندای سابقی حکومت بودن و کارمندای کنونی حکومت ترس دارن از اون که مبادا تقدیری همکارای سابقشون بالای سرشون نیاید که اگر نفقه خور شدن یا که از کار رفتن کجا روند. سلام علیکم بچه جان. شما خوب هستین؟ درایم می؟ این کودکو؟ اینو حواسه ها این کس حواس نبیره ابیره حساب نمیکنه میگن ولی یک بار یک دو سه چهار تا دیدیم الان که حساب نکنیم. یک گله هست. این 2 حجره ها؟ این یکم حجره که اوخه حجره کلان است. یعنی زیاد در این خانه برای 2 کس برای زندگی است. 2 کس برای خورد و خوراک جای خواب اگر حساب کنیم برای حساب میانه اینجا 2 کس زندگی کنن. خب اینش اگر کلانتر حساب کنیم 3 نفر میتونه در اینجا زندگی کنه. چند نفر؟ بیا لطفا جان. من این بچه ها کتی من های بچه ها کتی حساب متر کوادراتی هوا برای 3 نفر زیاد نیست این خونه. نه با خدا کتم به خواب میری. چند نفر در همین خونه خواب میری؟ این 3 تا من این 3 تا 4 تا بچه این اونجا باید کلینم وای کتی اینا کجا اینا مهمانی آمدن؟ همینجا همینجا با خدا همینجا با همگی چند نفر؟ در جمع چند نفر از در 2 خونه؟ یه بار حساب کنید. معذرت حساب میکنید. 3 کس. بعدم فرهنگا دا حساب نمیکنه ولی حساب میکنه. ولی نوبت که حساب میکنه بار دیگه از نو. من 2 کس، 3 کس، پسرم 4 کس، اویله و 3 فرزند 5 کس، 3 فرزندش 8 کس. اینا مهمونی بیان اگر گفت؟ اینا مهمون همینجا اینا هم دیگه دخترها. اینا 2 فرزند شو یا فرزند شو که چون؟ اویلش دیگه 2 تا فرزند اگر مهمونی بیان 10 11 میشه. دخترها و یک تا دیگه اپام میبیان و 3 فرزندش قطعی. اگر مهمونی بیان ببین خونه خودشون دارن. شما کجا کار میکنین در قبلوچه جان؟ من اول وای با نمین داچی ولایتی با کار میکردم 18 سال کار کردم. 18 سال کار. ولی در برابر اینکه شما خدا رو شکر بر اول خانه مایده هم باشه دارید ولی بعضی همسایه‌تون از خانه بیرون کردنیان. نمیترسید که ما این تقدیر بالا اله شما؟ روز داچه با من 18 سال کار کردم. 18 سال من بچه‌م 35 سال بس کار کردم. نخود که بیرون کنم. شما ببینید که اویلای پروفسور از خانه بیرون کردن حافظ خلقی خواتیر است. مایلاش نمیکنم. تو اون اوردر اون چی داره؟ چی حجت هست اینجا؟ این حجت های چی حجت هست اینجا؟ این من گفتم که از سال 2017 تا حاضر می شود که من مکتوب به پرزیدنت روان کردم. اکتیویت یک خیل جوابش یک خیل آمده. کشایم با اجازه؟ ماریش کشاید همیشه همیشه از دستگاه اجرایی یک جواب میاد با مقامات پایینی می‌نویسن که دیده برای بله دیده برای فقط جواب یک خیل برای ولایت ختلون حاکمزاده قربان مراجعت شهروند حسین بوی و مشهوره که به دستگاه اجرایی نوشته ده برای بررسی فرزانش خواهشمندم از نتیجه شما چی خواهش کرده از دستگاه؟ من خواهش کردم که برای دوام دادن معلومات دارم عالی ناپورا معلوماتی همین معلومات عالی ناپورا هم با دستگیری پرزیدنت گفتید گذراندید؟ نه این از خواهش خودم کردم. مثلا پرزیدنت این شهر زیاد میاد شما اگه واخورش نرفتید؟ نه یگان بار وا نخوردم. وقتی که وا خورم گویم آدما نمیمونن تلپا میشد. مثال یگان آدما یگان میلیسا نمیمونن که چی با پیش پرزیدنت با برآمده گپ میزنی میترسند که با یگان گپ نشود. در خانه شوهرم 5 زن هیور چی میگم 5 اویله ما قطعی خوشتومنم 6 تا میشود در یک حولی زندگانی میکنیم اما در اونجا یگان جایی که باغچه کودکان نیست است مثال جای کار میکردگی نیست است. ما از این خونه با اجازه بیرون میشه معذرت بیبی جان. بیتون یک گله چوی خورد. تشکر اوچه جان. نه بسیار مهربان سلامت باشین. ترس است که خانه رو از ما میگیرم. تام پنسه برآمده مانا. بله. خانه گیرم ما کجا میره نه حولی داره نه یگان
جای دیگه استقامتی داریم همین چیکار میکنیم ترسیدیم ترسی تمامی همین ساکنان بینو همین است مایل شوشه جناب تشکر خدا کنه که نگیرن خونه تونه خدا کنه که در همین خونه زندگی کنه و خونه کلانتر بگیرین خدا کنه تو استاپ نمیکنی ها عبدالله واقعا میخوام اینجا ما گاه صحبت‌های خودمون داریم در همین حالت و وضعیت با همه احترام و صمیمیتی که به نهادهای دولتی داریم و با برادرایی که در اداره و کارخانه‌های دولتی کار میکنن میخوای کار کنی در یگان نهاد دولتی من جای کارم سازه اوزی میخوای در یگان نهاد دولتی کار کنی سوال چنین است نه به هیچ وجه برای چی برای که ما سمت رشد یا که امکانیت رشد در نهادهای دولتی نمیبینم شرایط سازگار امکانیت یا اینکه پرسپکتیو زندگی سازگار ما در مقامات نمیبینم خب متاسفانه یعنی ببین وقتی که در یک نهاد دولتی با تمام صمیمیت و محبت به حکومت اگر کار کنی ولی بحث وطن و ملت علاهیده یعنی به حکومت کار کنی و نتیجهش بعد از نفقه برآمدن همین باشد اگر یا که بعد از کار رفتن بعد 10 سال 15 سال از کار روی نتیجهش همین باشد که توی از خانه بیرون کنن پس نمیدونم چی من اعتماد و باور کنم به نهاد دولتی و کار روم اونجا سلام علیکم سلام علیکم با یک بار دیگه سلام علیکم مونده نباشین بشینین پیشتون پروفسور اکرام پروفسور اکراموف سلامت باشین در کدام سمت پروفسور شما با اجازه دکتر فنون فیلولوژی پروفسور من ادبیات کلاسیکی ده سلامت باشین من روبروی پروفسور در ساحه فیلولوژی صحبت کردن نمیتونم دیگه تمام نباشم 26 نوامبر 92 جناب عالی صلح اعلان کرد من دکتری میکنم سربلند باشین همون حجتش هست حجت ها همش در خانه برام میبرم نه سلامت باشین کجا حاضر کار میکنید که نفقه علاقه هم دانشگاه کلوب در کار هم دانشگاه ایجاد حالا درس میتید پروفسور درس میتونم اینجا چند ماشین در خانه دارین 3 ماشین دارم چند در خانه 3 خانه چند فرزند و نبرکتی 5 نفر خانه را کی گرفته شما خانه را 2002 با سفارش امیشو ملیش ما گرفتم آها حالی شما را هم خوفی از خانه بیرون کردن دارن نمیدونم ما را چی نگفتن ما اجازت جناب عالی در ما اومدیم این دختر من شوهرش در مجلس حکومت در حضور جناب عالی برآمد کرد همه 6 خانه را گفت که سیراج ولی سیراج 6 خانه را به معلمای دانشگاه رفتیم انا 2002 در موقعیت شوهری که از پهلوان اون دکتر فنون پداگوژی پروفسور بود یعنی دامادتون کتی یک جا دو خانه گرفته او خانه علایده گرفت ما علایده گرفت شما در میگم آگاهی نامه آمد یا نه نه ما را آگاهی نامه نیامد هیچ کس نگفته است دیگه خیلی دیگران را اومده تشویش این خواهر برنامه داره نظر بگیم یعنی از همسایه در تشویشه در تشویش ما هیچ پروا نداریم این استاد برادر حافظ خلقی هم چند بار اومده با سخن گفتن که خانه را خالی کنه شما هم با سخن نگفتن نه ما را هیچ کس نگفت خیریت خوف نداریم پس شما آرومین خیلی نمیدونم 60 سال ما کار کردم شاید از سالی از 1968 پس همین حرف شما شاید با قربتر باشد چون پروفسور هستید در بعضی نهاد و نشست‌ها شاید باشید همین پیام همسایه‌تون رو نمیرسونید که این از روی عدالت نیست یک نفر 10 سال 15 سال چند بار مکتوب نمیشن نمی مکتوبتون گذاره نتیجه نیست در همون مکتوب شما هم امضا کردید امضا کردیم چند بار امضا کردیم یک بار دو بار نه این خونه که من زندگی کرده سموزی توفه جناب عالی است و جای توفه خونه خدمتی مرا دادن در حالی که باید توفه دیگه شخصی میشد باید شخصی میشد در توفه جناب عالی هی چی داده خونه خدمتی را جای توفه داده انا از شما گفتید که توفه پرزیدنت بود از شما هم خونه شخصی است یا که خدمتی است شما خونه خدمتی است اوردر است اوردر حکومت شهر داریم سرتیفیکات شهادت نامه چیزا نداره تخ پاسپورت نه نداره فقط یک اوردر شهر یعنی توفه پرزیدنت باید خونه شخصی شود دیگه اینجا از 2002 خیلی چند سال شد 20 سال شد باره مراجعت نکردین که همین خونه را شخصی کنن ما مراجعت نکردم دیگر رو مراجعت کردن نتیجه نیست خواهش شما چی است در آخر صحبت خواهش ما که از جناب عالی خواهش میگیم خونه خدمتی شخصی کرده شد بله خب من در آخر ویدیو گزارش صدای این برادر واقعا مقبول افتاد
البته شاید بیننده از اگر شما خوشتون نیاد که در این گیرودار و پرابلم‌های زندگی ما علی برادر اگر خواهش کنیم، ولی باز میخوام که در موضوع ناجوری‌های زندگی یک سر دیگه استودیو عزیز هنرمند خلقی تویسون بسرن و این ویدیو گزارشمون رو به انجام برسونیم. چی داریم در رپرتوار اکا جان؟ تو مرا یاد کن چون فری خانه شناس، تو مرا یار شب و یار و رفیق خانه شناس، تو مرا با نفسی عاشقی شوریده بجوی، تو مرا مستی سخن گشته و مستانه شناس. خود که اولادی منی قرضی ما بیشتر است، تو مرا خوب شناس و نه چو بیگانه شناس، تو مرا بین همه چون حق یلدانه شناس. سربلند باشین، صداتون خسته نگردد. اجاده پایداری اصلاحات خلق، یعنی که خلق پوچک کنده میگه چه خیشید پروردگار رو گذشته جناب عالی را پایتر کنه، سرش بالا کنه که عنوان حافظ خلقی را مرا داد. ما گفتم آدم که هر وقتی که سفر مبارک شود گفتم میگو اوی چشم میتونی حوزی اما خجوه دخت خیمه شده است کاش که همون شود که ای خونه نبرورن. بله خدا کند که حجت‌های شخصی شدن خانه برای تمام ساکنای این بنا که صادقانه اگر برای این وطن و ملت و حکومت خدمت کردن حجتشون برگردانده شود و هیچ نفری از این بنا بیرون نشود که بعضی‌ها تا کنون کارگران، بعضی‌ها کارگری صادقن. بالانس شهر. بله. از زن تاجیک زنی ایتا پگاندار کم شده. بله. عبرت شب زنده داری چهرهشون پرنم شده است. یا خدایا شادی را در بین همه مردم زن تاجیک بسیار تر کند. خواهم که زن تاجیک با کاکل و مو باشد، با عفت و با عقل با دیده و رو باشد. خطور خیرامان و رخساره چو صدبرگ در رشد نمو باشد. پروردگار اینا در رشد نمو هستند. گفتم واقعی که در امی بین ما میغلطه و امچیست نیکی غمگردی سری پرهنرا میگرده، شادی بدلی به خبرها میگرده. هر کسی در این زمان سخن فهم نکی و حیوان صفت گر جهان میگرده. خدا کنه که سخن فهم شویم و حیوان صفت. استاد پروفسور تشکر، زنده باشین. بله وظیفه ما است که درد خلق و بله مردم به مسئولین برسانیم. بله مادرای عزیز خدا کند که روزی که خانه های شما شخصی میشه و حجت ها را برای شما میسپارن که حق زیست دارن شما ما بیایم و همینجا یک دیگ آشمونیم و یک جای بخوریم. بله مادر جان عزیز از همه نفری که حاضر یعنی در خوف اول قرار دارند که 23 آگاهی نامه‌شون آمده است باید بعد از 10 روز خانه را خالی کنند. خدا کند که مقامات مسئولین مسئولیت احساس کنند که مادری را که بیش از چند سال کار کردید؟ 15 سال. بیش از 15 سال تجربه کاری دارند در نهاد دولتی از خانه بیرون نشوند. خب محله معروف به نخی شهر باختر کوچه دوستی خلق‌ها بینای 66 بله همین خیل 44 عائله در این بنا زندگی میکنند و با نمایندگی از 44 عائله حدود یک 10 نفر اینجا جمع آمدن با بعضی خانه هم وارد شدیم. حرف و پیام و خواهش و درخواست و طلب و زاره و ناله‌شون کردن از نهادهای مربوطه. امیدوارم که مسئولین مسئولیت احساس میکنن و ایشان از خانه بیرون نمیکنن که گروه تا حال کار میکند، گروه تجربه کاری بیش از 10 ساله دارن. آخر سخن ما همیشه همیگونه است. زنده باد صلح ثبات آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. پدرود تا درودهای دیگر. دلیل تو بخیر حق نیستی که با رئیس ولایت با کدام یک رئیس مراجعت کنی؟ بله برای چی؟ این حق ندارم. حق میتونم برای خودم. بس امروز مراجعت نکردی برای چی؟ از رئیس ولایت نمیدونم از کسی. من همچون روزنامه‌نگار همچون شهروند تاجیکستان مراجعت میکنم به رئیس ولایت ختلان که ایشان حق زیست دارند. ما در بابهای زیاد است در مورد حقوق به منزل هر شهروند تاجیکستان که همونا را ما باید زیر پا نکنیم، احترام بگذاریم و در این برابر آبروی کارمند حکومتی کارمند دولتی را بالا ببریم. مثل پروفسورها،
مثل هنرمندای خلقی یا مثل کارگرای قطاری که در دیگر نهادهای حکومتی و دولتی کار میکنند. من خواهش میکنم از رئیس ولایت ختلان که به داد خانه دوستی خلق 66 ساکناش برسند. اگر برسند ما یک بار دیگر میاییم. حتما اگر برسند صاحبای این بنا بگن که ما حجت‌های خانه شخصی ما نگرفتیم، ما حتما میایم یک ویدیو گزارش دیگر برای شما تهیه میکنیم. حتما چی میخواید؟ برای ولایت بعد چی میگوی بعد از البته تشکری از وقتی که مسئولیت احساس میکنن و وظیفه جانیشان اجرا میکنن، ولی در برابر ما حتما تشکری میگیم بعداً به آنها و پیش هم انتظار داریم که این حرف به گوش رئیس ولایت برسه، چون بسیارا گفتن که معاون رئیس قبول کردن رو. ما باور داریم که درد ساکنای این بنا که 44 عائله است به گوش رئیس ولایت برسد. خدا این مرا شوکی کرد صدای مرد. بله مرم خیلی من حتی انتظار نداشتم که هنرمند خلقی واقعا عنوان داره. کم ترک انتظار داشتم لیکن به این حد نه. به این حد. صدا واقعا صدای استعدادی. من میدونی چرا انتظار نداشتم؟ من انتظار نداشتم که سرآینده خلقی تاجیکستان که با امضای بواسطه راهبر کشور این عنوان داده می شود در یک حجره موقتی زندگی کنند و باز تحفه پرزیدنت داده شود و بیایم بگن که هر وقت خواهم بگن که خانه را خالی کن. واقعا این باعث نگرانی و شبهه ما. نمیاد اومدم که ماشینای پیکی همش لگای نمو مسرکارا در نمی پنی دو میکنن کاش این کلیسا میگه چی باید جوش بزیبه میگه جوش تا یکون چیز دیگه میکنن میکنن دا کلیسا کماز گرفتم کماز زدی خود های کم بردم نموجا موندم اقلا اینجا کنی اینجا نکنی پنجور نماز خوجا گیره دو همه گفته کسل میوری خودی اینایی پشتی نمی دو میموده ایو پارا مسرا پرتوختیشن کی میپرتوه سکنه کدوم بینو اینجا اینا اینجا سه تا چهار تا شده همش همون پارتیا روزی. نه اکی سفر دردی پرتو واقعا دردی سبکتر است این مسئله ای که در یک سطح نهادهای پایینی حل میشه، ولی خدا کنه که شما رو خانه‌تون نگیرن و حجت شخصی کردن تحفه پرزیدنت به شما بسپارن. اما آدمی که تحفه را ازش من میگرفت او کلا نمیدونم چی کارو میکنن ایو من جای کاری ما کار میکنم اصلا خوشحال کار میکنم این همین مزاگر اصلا مرا بیرها کنن خونه رو میاد میگیرن. خدا کنه که نگیرن. مقصد ویدیو گزارش ما هم همینه. ولی شما چه اومدین که سفر ما میخوایم بریم دیگه. برای شما بردباری های بلند میخوام. تشکر. من البته یک وقت دیگه ختلان مخصوص برای شما سفر میکنم که شما اما یوسف دما یک ساعت زبط دارم. کی ده؟ دنمون برنامه هست در چی میره در تلویزیون در تلفن تماشاش میکنم. سلامت باشین. صدای شما تا دوشنبه در گوش من میمونه ان شاء الله. من در امریکا برآمد کردم 32 دولت دنیا رفتم. به شوخی؟ خودی تاجیک بردم در جماعه. کدام انسامبل که سفر کردین؟ انسامبل خدمت خطی. 32 دولت کجا گشتین؟ اوخی اصاب باش امریکا رفتم. امریکا رفت. در امریکا نه جشن رودکی را در امریکا پیشواز گرفتیم، اسلندیا پیشواز گرفتیم. انا همین دولت‌ها خود ترکیه رفتیم برآمد کردیم. در همونجا مسعود یگون ازبکی او خیلی نخوندم، تاجیکی خوندم. وی دولت سربلند باشین، خدا نقبالتون تیه، خدا آبروتون تیه، خدا کنه که خانه را نگیرن. زنده باشین، صحبت ها باقی. فریاد مرا هزار فریاد. خب بیننده عزیز، برای نظر طرف دیگر را برای شما پیشنهاد کردن در موضوع بحث منزل کوچه دوستی خلق 66 ما آمدیم به مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان که رفتیم تا نزد سرمعمار شهر، سرمعمار ولایت خطا نکنم، یعنی مسئولی که به کارهای ساختمانی بودن، ولی ایشان گفتند که مسئولیت جواب دادن به سوالهایی که چرا یک گروه ساکنای کوچه دوستی خلق 66 باید از خانه هاشون بیرون شوند یا که یک گروه دیگری که حالی هم کار میکنن در حکومت آگاهینامه خالی کردن منزلشون گرفتن. مسئول این نفر قربانزاده امیرخان، همین خیلی عبدالله قربانزاده امیرخان معاون رئیس ولایت است و اون سردار کمیسیه هست. گفتن مسئول همون است. متاسفانه ما ایشون در وقت و ساعتی کاری نیافتیم که به سوال هامون جواب بگیریم، ولی امیدوارم که هر وقتی که جناب قربانزاده امیرخان معاون رئیس ولایت آماده شدن برای جواب گفتن به این مسئله، ما تیاریم بیایم دوباره به شهر باختر و نظر ایشون را ثبت کرده پیشنهاد شما نماییم. های ملک غریبیام یافت تو مرا. برای بچه‌هایی که در غریبی روسیه در خارجی خدمت میکنن من کار کردم برای مهنت رفتگیان
برای اونا همیشه اولی یک دست رو قدم تیار میکنم نزدیک برآمد میکنم ای شیرین جان میروم به کشوری روس برای تو برای ننگ ناموس برای تو برای ننگ ناموس او کنم محنت برایت ای یار و ای یار شیرین جانا بگو 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 بر تو چی در کار برای تو روم یار خرم رو مالی گل دار بیارم کوشی بلغار شیرین جانم بگو 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 دیگه نگری بگو 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 بر تو چی در کار روحیه‌شون چه زنده است در برابر پرابلم‌هایی که دارن. سلامت باشین که سفر. جان میبخشن. بله جان میبخشن روبروی این همه پرابلم‌ها. خدا کند که در روزهای خرسندی با آوازا را بشنویم. سلامت باشین با سفر. در دل را من بیارم بر اینا بی یوسفم چون زلیخا نوک خمچین را خپید و جگر و آب شد. بابای سفر پر از حرفن پر از دردن پیام‌های زیاد دارن که ما فکر می‌کنیم که اگه برنامه الهیده بعداً می‌کنیم بعد از اون که خونه‌شون شخصی شود. سلامت باشین. زنده باشین. خب رفتیم دیگه. دلیل با بعد همه من تو میپرسی که تو میخوای در نهاد دولتی کار کنی؟ با کدام با اینکه فکرت برای چی تو سوال ریتوریکی میتی؟ آخی میخوام فکرت پرسم و میخوام فکری تو واقعا فکر میکنی که من میتونم بعد دیدن همه و بعد دیدن با در نظر داشتن که بار اول نیست و این حادثه های یگانه نیست من با خواهش در نهاد دولتی کار کردن پیدا میکنم. من نمیدونم واقعا منم هم فکریتی هم هیچ وقت در ذهنم نمیاد ولی میخوام سوال منطقی را پیش روی همون گروه دوستایم بگذاریم که همیشه فکر میکنن که من و ما وقتی که از مشکلی از پرابلم یک محل میگیم یک جمعیت میگیم پشت ما عنوانهای میزنن خائن اغواگر ناتوانبین. برادری عزیز دوستی مهربان چی است این واقعیت من نمیفهمم. برای همین حرف پیام رساندن به گوش مسئولین ما چی خائنی کردیم چی ناتوانبینی کردیم از خودمون زیادی چی گفتیم که پروفسور خوف دارد که خانه‌اش میرود ارتیست خلقی خوف دارد که خانه‌اش میرود سابق کارگرای دیگر نهادهای دولتی خوف دارن که خانه‌شون میگیرن. من برای همون میخوام به شما برسانم برادرایی که گاه گاه از ما برای ما هر عنوانا میتین از پیش خودتون ما میخوایم شما را روبروی فکت های بمونیم که این واقعیت های ما است. این همون دردی است که ما این انگشت کنده نمیتونیم ولی درد است انگشت ششم یعنی همون دردها را داریم ما باید بگیم دیگه. برای این سوال به عبدالله دادم و فکر میکنم که شما ما را به درستی درک میکنین و هر عنوان و تمغه نمیزنین برای ما. دیگه میریم از باختر بیرون زیاد شد سوی دوشنبه.